باغ مارشال فصل دوم. من و سیما به هم دل باخته بودیم و قول داده بودیم تا آخر عمر وفادار بمونیم. از اون به بعد کنترل نگاه و رفتارمون مشکل بود. گاهی اختیار از دستمون خارج میشد و اطرافیان رو به شک و گمان مینداختیم. تغییر عقیده من نسبت به ناهید ظاهرا مادر از بدگمانی در آورده بود. پدرم هم از این که از اون حالت گوشه‌گیری و کمرویی بیرون اومده بودم و میگفتم و میخندیدم و گاهی هم شوخی میکردم راضی به نظر میرسید. ولی حالتی متعجب داشت. سیما هم سرمست از عشق روی پا بند نبود. گاهی چنان بی اختیار میشد که مادرش به اون اشاره میکرد مواظب رفتارش باشه. ترگل فهمیده بود موضوع از چه قراره، چون یک بار که در حال راز و نیاز بودیم در پناه درختان صحبت ما رو گوش کرده بود. 3-4 روز بعد قرار بود کاظم خان و خانواده‌اش به باغ بیان. من از این بابت ناراحت بودم. سیما خیلی دلش میخواست ناهیدو ببینه. مادرم حرف منو باور کرده بود و لحظه شماری میکرد تا قضیه رو با مادر ناهید در میون بذاره. ساعت حدود 4 بعد از ظهر بود. همگی در جایگاه تابستونی نشسته بودیم. من قبلا با سرهنگ درباره دانشکده‌های تهران حرف زدم و اون از فرصت استفاده کرده بود و موضوع با پدرم در میون گذاشته بود. پدرم از اینکه تغییر عقیده داده بودم و میخواستم در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدم تعجب کرده بود. مادرم موضوع بحث و به عروسی پسر یکی از خوانین منطقه کشون و به سرهنگ و خانومش پیشنهاد کرد به اتفاق به جشن عروسی که در یکی از آبادی‌های اطراف برگزار میشه برن. سرهنگ و خانومش حرفی نداشتن. سیما تمایلش رو با شور و شوق بیشتر نشون داد و گفت خیلی دلش میخواد مراسم عروسی عشایی رو ببینه. جمشید و سیاوش از صبح رفته بودن. خانم سرهنگ عقیده داشت سیاوش در این مدت به اندازه همه عمرش تفریح کرده. صدای جیپ کاظم خانه که شنیدیم صحبتمون رو قطع کردیم. طولی نکشید جیپ از پشت عمارت پیچید و نزدیک جایگاه توقف کرد. یه مرتبه دلم پایین ریخت. نمیخواستم سیما و ناهید با هم روبرو بشن. من به تبعیت از پدر مادرم و سرهنگ و خانومش و سیما به تبعیت از ما به استقبال اونا رفتیم. مادرم بعد از روبوسی با همسر کاظم خان ناهید رو در آغوش گرفت و بوسید و اونو عروس خودش خطاب کرد و قربون صدقش رفت. اعضای دو خانواده که تا به حال یکدیگر رو ندیده بودن به هم معرفی شدن و از آشنایی با هم اظهار خوشبختی کردن. مادرم ناهید به عنوان عروسش به خانم سرهنگ و سیما معرفی کرد و نظر اونا رو در مورد سلیقش در انتخاب عروس پرسید. خانم با تعریف از ناهید به سلیقه مادرم آفرین گفت. در وهله اول برخورد ناهید و سیما سرد بود، ولی رفته رفته به هم نزدیک شدند و در مدتی کمتر از نیم ساعت سر صحبت رو باز کردم. من در جمع مردا بودم. کاظم خان تا حدود زمانی رو که سرهنگ فرمانده گروهان ژاندارمری مرودشت بود به یاد می آورد. ولی به خاطرش نمی رسید اونو از نزدیک دیده باشه. ناخودآگاه حواسم به سیما و ناهید بود. دلم شور میزد و مطمئن نبودم سیما درباره من چیزی به ناهید نگه و از دست مادرم هم که مرتب ناهید و عروسم خطاب میکرد عصبانی بودم. تا نزدیک غروب به همین منوال گذشت. چون تا محل برگزاری جشن راه زیادی بود پدرم یادآور شد هر چه زودتر آماده بشیم و زنها زودتر از ما داخل عمارت رفتن. اما خیلی دیرتر از ما حاضر شدن. ناهید لباس محلی پوشیده بود. اگه نخوام پا روی حق بذارم باید بگم در لباس محلی زیبا شده بود. ولی هرگز به پای سیما نمی رسید. ناهید در اصل عشایر بود. ولی چون در شیراز بزرگ شده بود و همونجا تحصیل میکرد کمتر اونو در لباس محلی دیده بودم. هوا کم کم رو به تاریکی میرفت که عازم محل برگزاری عروسی شدیم. سرهنگ از من خواهش کرد که چون راه نمیشناسه و رانندگی در شب براش مشکله پشت فرمون بشینم. مادرم و ترگل و آبیشن سوار لندروور خودمون شدن. ناهید ظاهرا مایل بود با سیما باشه. به پیشنهاد پدرم کاظم خان سوار لندروور شد و ناهید و مادرش هم سوار ماشین سرهنگ شدن. با 2 اتومبیل باغ به سمت آبادی سیدان که حدود 20 کیلومتر تا اونجا فاصله داشت ترک کردیم. بین راه مادر ناهید بیش از دیگران حرف میزد و از خودش و خانواده‌اش تعریف میکرد. از ناهید و هوش و استعدادش میگفت و از ثروت کاظم خان و 2 دامادش و پسرش که سال گذشته ازدواج کرده بود. سپس صحبت رو به من کشون که بیش از اون 2 داماد دوستم داره. سیما میان حرفش اومد و گفت حتما ناهید خانم که دختر آخره باید خیلی عزیز باشه. همسر کاظم خان گفت
به همین خاطر خسروخان انتخاب کردیم، چون میدونیم ناهیدو خوشبخت میکنه. کم کم داشت حوصله‌ام از این حرفا سر میرفت که به سیدان رسیدیم. وقتی خانواده عروس و دوماد از ورود ما با خبر شدن به استقبال اومدن. وجود سرهنگ و همسر و دخترش در میان ما جلب توجه میکرد. صدای ساز و دهل از یه طرف و هلهله و شادی از طرف دیگه برای سرهنگ و خانواده‌اش جالب بود. در محوطه‌ای وسیع مردها چوب بازی میکردن و زنها از روی پشت بامی که مشرف به محوطه بود مشغول تماشا بودن. ما از زنها جدا شدیم و تا ساعت 11 که میخواستیم برگردیم از سیما و ناهید خبر نداشتم. حدود نیمه شب بود که به باغ برگشتیم. از شدت خستگی همه یک راست به اتاقشون رفتن. سیما تا به من شب بخیر نگفت ایوانو ترک نکرد. منم خیلی خسته بودم و کمبود خواب داشتم. با رفتن سیما سر جام دراز کشیدم و به ستاره‌های آسمون خیره شدم. به ناهید فکر میکردم که بنده خدا نمیدونه من و سیما چقدر یکدیگر رو دوست داریم. در همین فکر بودم که در ایوان باز شد. مادرم بود. کنارم نشست و گفت میخواد چند کلمه‌ای با من حرف بزنه. گفتم خستم، اگه میشه بذاریم برای فردا. در حالی که عصبی به نظر میرسید گفت نه، همین الان. چطور به ما که میرسه خسته ای؟ با عصبانیت ادامه داد چرا به ناهید محل نمیذاری؟ چرا وقتی میخواد سوار ماشین سرهنگ بشه اخمات رفت تو هم؟ مگه نامزد تو نیست؟ چند روز پیش خودت گفتی دوستش داری؟ از اینکه مادرم ازدواج من و ناهید رو جدی تلقی میکرد خندم میگرفت. چیزی نداشتم بگم. مادر گفت فردا میخوام قضیه رو به کاظم خان بگم که شب جمعه آینده نامزد کنی. گفتم نه مادر، حالا وقتی این حرفا نیست. با همون حالت عصبی گفت از وقتی این ترونی اومده اینجا تو خیلی عوض شدی. چی شده؟ خب اگه اون دختر اطفاری رو میخوای بگو. اگه قاپتو دزدیده بگو. چند لحظه سکوت کردم و سپس با خنده گفتم به فرض که از سیما خوشم اومده باشه، مگه عیبی داره؟ چیزی نمونده بود کار به داد و فریاد بکشه. با زبان خوش قضیه رو به شوخی کشوندم و به اون قول دادم حرف روی حرفش نیارم. با قهر و غیظ منو تنها گذاشت. دلم نمیخواست اونو برنجونم. اون وضعیت آزارم میداد. با دنیایی از فکر و خیال و اوهام خوابیدم. فردای اون شب بعد از اینکه پدرم و کاظم خان صبح خیلی زود پیکارشون رفتن بیدار شدم. خستگی شب گذشته هنوز از تنم بیرون نرفته بود. ولی طبق عادت خوابم نمی برد. کنار استخر رفتم و دست و صورتم رو شستم. افکارم در هم بود. گاهی به سیما فکر می‌کردم که فقط یه شب دیگه مهمون ما بود و زمانی به این میاندیشیدم بعد از رفتن او پدرم رو چطور راضی به ادامه تحصیل در تهران کنم. اگه مادرم پی به دلباختگی من و سیما می برد چی می شد؟ فکر ناهید از سوی دیگه آزارم میداد. بالاخره باید تکلیفش روشن می شد. خودم رو سرزنش می کردم چرا به مادرم دروغ گفتم که ناگهان از پشت آلاچیق صدایی شنیدم. در میون ناباوری سیما رو دیدم. با اینکه از دیدن اون خوشحال شدم ولی خیلی ترسیدم. برای اینکه در معرض دید نباشیم از لابلای درختان خودمون رو پشت استبل رسوندیم. وجود ناهید و حرفای جدی مادرم اونو نگران کرده بود. میگفت از این میترسه من اونو فراموش کنم. دوباره به اون قول وفاداری دادم و گفتم من یه عشایرم و خصلت عشایر وفا به عهده. سیما از شب گذشته حرف میزد. از ناهید که اعتراف کرده بود منو دوست داره. میگفت نمیخواد کسی غیر از اون منو دوست داشته باشه. رقیب اونقدر در نظرش منفور بود که حتی حاضر بود اونو بکشه. ناگهان صدای خشخش پای حسن باغبون اومد. سیما از اسب میترسید. از ترس اینکه مبادا حسن ما رو ببینه داخل استبل مخفی شدیم. ترس و اضطراب توأم با لذت و شور و شوق احاطه‌مون کرده بود. سیما خودشو به من چسبونده بود و من گرمی نفسشو حس میکردم. بالاخره به خیر گذشت. با احتیاط از استبل بیرون اومدیم. سیما از اینکه میخواست به تهران برگرده ناراحت بود. منم اعتراف کردم دست کمی از اون ندارم. دل کندن از سیما برام خیلی سخت بود. با این حال از اون خواستم به امارت برگرده. چون ممکن بود پدر و مادرش به شک بیفتن. قرار گذاشتیم بعد از ظهر که همه خوابیدن در جای دنج یکدیگر رو ببینیم. سفارش کم احتیاط کنه. به سختی از من جدا شد و مرتب به عقب نگاه میکرد. چنان حواسش پرت بود که محکم با تنه درختی برخورد کرد. هر دو خندمون گرفت.
اون روز برای اینکه از نقنق‌های مادرم و نگاه‌های پرمعنی ناهید و مادرش در امان باشم، بدون خوردن صبحانه باغ ترک کردم و قدم زنان از کنار مزرعه به سمت باغ فیروزی که متعلق به قوامی بود رفتم. باغ فیروزه ابتدای برکه‌ای دور افتاده بود. حبیب الله خان پسر قوامی اونو تبدیل به باغ قشنگی کرده بود. البته به پای اون باغ قدیمی نمی رسید، اما در نوع خودش بی‌نظیر بود. خورشید بالا اومده بود. علف‌ها در آغوش باد می‌رقصیدند و درختان بید در امتداد جوی آب منظره قشنگی داشتند. گنجشک‌ها روی شاخه‌های بید جیک جیک می‌کردند. گل‌های زرد و آبی که به طور نامنظم در میان علف‌ها شکفته بودند، رایحه دلانگیزی داشتند. تا به حال متوجه اون همه زیبایی نشده بودم. پدرم داشت با اجاره‌دارای درختان بادام باغ صحبت می‌کرد که متوجه من شد. انتظار نداشت منو تنها ببینه. گفتم حوصله‌ام سر رفته بود. فکرم شاید کاری داشته باشی. تا نزدیک ظهر که به باغ برگشتیم با پدر بودم. مادرم ظاهراً با من سرسنگین بود. ناهید و سیما هم تازه از گردش در باغ برگشته بودن. هر دو سلام کردم. به گرمی جواب دادم و حالشون رو پرسیدم. مادرم زیر چشمی منو میپایید. با نمود میکنم بی تفاوت هستم. سراغ سرهنگ رو گرفتم. از صبح مشغول بازرسی و تعمیر اتومبیلش بود تا برای سفر آمادش کنه. پدرم هم لباسشو عوض کرد و به جایگاه اومد. طولی نکشید که کاظم‌خان از راه رسید. ناهار آماده بود. بعد از صرف ناهار هر کس برای استراحت گوشه‌ای انتخاب کرد. من به بهانه اینکه میخوام به یکی از دوستام سر بزنم از باغ خارج شدم. ولی قبل از اون به سیما اشاره کرده بودم در انتهای باغ منتظرش هستم. دیوار باغو دور زدم. از جایی که کوتاه‌تر بود بالا رفتم و خودم رو داخل باغ انداختم و در گوشه دنج که وعده کرده بودیم منتظر موندم. دل در سینم میتپید. میترسیدم سیما ناشیبازی در بیاره و مادرم که چارچشمی مواظب ما بود از قضیه بو ببره. یه ساعت بعد که برام ساعت‌ها طول کشید سیما اومد. مضطرب بود. روی صورتش عرق نشسته بود. گفت به سختی تونستم از اونجا در برم، اما مطمئنم کسی متوجه نشده. حرفای زیادی برای گفتن داشتی. برام از تهران تعریف کرد. از مردمش و قوم و خویشش میگفت که 2 عمو و 3 عمو و 1 خاله داره. بین حرفاش متوجه شدم یکی از پسرعموهاش در آمریکا تحصیل میکنه و دایی مادرش سالها در لندنه. صحبت دوست داشتن به میون اومد و هر دو اذعان داشتیم این اولین عشق زندگیمونه. سیما گفت اگه پدرت اجازه نداد و به زور خواستن ناهیدو به تو بدن چه میکنی؟ گفتم پدرم آدم منطقی و مجاب کردن مادرم هم کار آسونیه. کافیه چند روز منو ناراحت ببینه. سیما غمگین به نظر می رسید. فکرم شاید به خاطر ناهید باشه. براش قسم خوردم. هرگز به ازدواج با اون فکر نکنم و نخواهم کرد. سر و صدای جمشید و سیاوش که پرنده‌ای با تفنگ ساچمه‌ای زخمی کرده بودن دنبالش میکردن نفسمون رو در سینه حبس کرد. خودمون رو پشت علف‌ها و پیچک‌ها مخفی کردیم. پرنده با بال شکسته درست از کنار ما گذشت. صدای ضربان قلبمون رو میشنیدیم. بالاخره جمشید منو دید. چیزی نمونده بود سیما از ترس غش کنه. اونو دلداری دادم و فقط با اشاره به جمشید گفتم به روی خودش نیاره. واقعا آقایی کرد. حتی نگاهمون نکرد و زود توجه سیاوش رو به سمت دیگه جلب کرد. سپس هر دو از اون محل دور شدن. فضای قشنگی که تا چند لحظه قبل داشتیم آلوده به ترس و وحشت شده بود. سیما میترسید جمشید همه چیز رو لو بده. اونو مطمئن کردم و کم کم حرارت عشق بر دلهره و اضطراب چیره شد. یادمون رفته بود درباره چه چیزی بحث میکردیم. سیما از این میترسید مبادا ناهید منو به دام بندازه. معتقد بود ناهید دختری تحصیل کرده و زیباست و از اونجا که زیاد رمان و داستان میخونه از فهم و شعور بالایی برخورداره و میتونه منو تحت تاثیر قرار بده. حدود 2 ساعت شاید هم بیشتر من و سیما دور از چشم دیگران با هم بودیم. گرچه برامون مشکل بود ولی مجبور بودیم از هم خداحافظی کنیم. من از همون دیوار کوتاه خودم رو به اون طرف انداختم و از راهی که اومده بودم برگشتم. در حالی که فکر میکردم چطور جمشید رو راضی کنم به مادر در اون باره چیزی نگه. جمشید ساکت و تنها روی نیمکت کنار آلاچیق نشسته و در فکر فرو رفته بود. تعجب کردم. سراغ سیاوش رو گرفتم. گفت
شلوارش خیس شده، رفته عوضش کنه، همین الان برمیگرده. کنارش نشستم. کار خلافو من انجام داده بودم و باید از اون خجالت میکشیدم. جمشید سرش رو پایین انداخته بود. دستی زیر چانه‌اش زدم. چند لحظه به هم نگاه کردیم. هر دو لبخند میزدیم. لبخندامون خنده شد و خنده‌هامون اوج گرفت، قاه قاه. یا با صدایی بلند مثل دیوانه‌ها میخندیدیم. یه مرتبه ساکت شدیم. حالت جدی به خودم گرفتم. به چشماش خیره شدم و گفتم تو دیگه مرد شدی. قول میدی حرفی در این باره نزنی؟ ته نگاهش حالت تمسخر داشت. چند لحظه ساکت شد. سپس پرسید با ناهید عروسی نمی کنی؟ گفتم نه، قبلا هم نمیخواستم با اون ازدواج کنم. گفت خوبه، منم خیلی دوست دارم بیام تهران. سیاوش پسر خوبیه. گفتم چی شد؟ بالاخره قول میدی یا نه؟ گفت من اصلا چیزی ندیدم. تو خودت تنها بودی مگه نه؟ دستمو به طرفش دراز کردم. دست همو فشردیم. از رفتارش خوشم اومد. نمیدونستم تا این حد فهمیده است. با اومدن سیاوش صحبت عوض کردم. اونا رو به حال خودشون گذاشتم. صدای همهمه و بگو بخند من رو به سمت جایگاه کشون. سیما و ترگل و ناهید مشغول صحبت بودند و آویشان هم کنارشون میپلکید. سیما ظاهرا توجهی به من نداشت. ولی ناهید نگاهی به من انداخت و همراه با لبخند خودش رو جمع و جور کرد. پدرم و کاظم خان هر وقت حوصله‌شون سر میرفت مسابقه تیراندازی را مینداختن و شرط بندی میکردن. این بار سر مادیانی که تازگی‌ها کاظم خان از فیروزآباد خریده بود شرط بستن و قرار شد اگه پدرم باخت 4 قوچ به اون بده. اسدالله 2 تفنگ برنو و 1 جعبه فشنگ آورد و 1 استکان به فاصله 300 متری نشانه گذاشت. مسابقه برای سیما و مادرش جالب بود. سرهنگ وانمود میکرد چشم و گوشش از این چیزا پره. مادرم و همسر کاظم خان ادعا داشتن دست کمی از شوهرشون ندارن. ناهیدم مداخله کرد و بالاخره کاظم خان و همسرش و ناهید در یک سمت و من و پدرم و مادرم در سمت دیگه به مبارزه پرداختیم. با اجازه جناب سرهنگ اولین تیر رو پدرم انداخت. به خطا رفت. با شنیدن صدای تیر جمشید و سیاوش با عجله خودشونو به جمع تماشاچی‌ها رسوندن. کاظم خان با اینکه مدت نشونه‌گیری زیادتر از پدرم بود نتونست موفق بشه. نوبت به مادر ناهید رسید. خیلی راحت نشانه رو زد و همه براش دست زدن. تفنگو به من داد و گفت اگه میخوای دوماد من بشی باید تیرت خطا نره، هرچند که مادیونو ببازیم. تفنگو گرفتم و بدون توجه به گفته اون هدفو زدم. بیش از همه سیما و ناهید منو تشویق کردن. اسدالله 3 استکانو نشون. مادرم نتونست اونو بزنه. آخرین نفر ناهید بود که تیرش خطا رفت. مسابقه 1 به 1 شد. دور دوم من و پدرم موفق شدیم و ناهید و مادرش باختن. پدرم خیلی جدی گفت فردا اسدالله به قصر و دشت میفرسته تا مادیانو بیاره. جناب سرهنگ خارج از مسابقه چند تیر انداخت و من پرنده‌ای در هوا نشانه گرفتم. سیما خیلی دلش می‌خواست تیراندازی کنه. بی اختیار تفنگو به اون دادم و گفتم بگیر، چیزی نیست، ترس نداره. ناهید و مادرم از لحن خودمونی و حالت صمیمی من تعجب کردم. خیلی زود به خودم اومدم. لحنمو تغییر دادم و گفتم بگیرین. وقتی یه تیر شلیک کردی متوجه میشین خیلی راحته. تفنگو گرفت. براش مشکل بود. ناهید طاقت نیاورد و مداخله کرد. قنداق تفنگو روی سینه اون گذاشت و طرز شلیکو به اون یاد داد. سیما ماشه رو فشار داد و خودش روی زمین ولو شد. بالاخره اونسهای هیجان انگیز به پایان رسید. صبح روزی که سرهنگ و خانمش قصد بازگشت به تهران رو داشتن چنان قوقایی در درونم برپا بود که وصفش مشکل بود. غیر از کاظم خان و پدرم که صبح زود بیرون رفته بودند و آویشن که هنوز از خواب بیدار نشده بود، همگی برای بدرقه در محوطه خروجی باغ جمع شده بودیم. من مثل آدمای خنگ حواسم پرت بود. سیما هم دست کمی از من نداشت. مثل محکومی به نظر می اومد که به جزیره‌ای دور افتاده تبعیدش کرده باشم. سیاوش و جمشید در گوشه‌ای فارغ از قیل و قال دیگران قول و قرار می‌ذاشتن به وسیله نام یکدیگر از حال خود باخبر کنن. با خود میگفتم کاش من و سیما هم میتونستیم به همین راحتی خداحافظی کنیم. ناهید و مادرش از اینکه سرهنگ و خانواده‌اش قصد رفتن داشتن خیلی خوشحال به نظر می اومدن. خانم سرهنگ میخواست آدرس خونه‌شون رو بنویسه و به من بده که سیما گفت قبلا آدرس رو به خسروخان دادم.
چهره ناهید سرخ شد و مادرش نگاه پرمعنی به من انداخت و پوزخند زد. سرهنگ برای چندمین بار به من گفت اگه تصمیم گرفتم به تهران برم برای ورود به دانشگاه اونو بیخبر نذارم. کم کم آماده شدم. احساس میکنم میخوان قلبم از سینم بیرون بیارن. شور و جوانی و جذابیت سیما باعث شد خجالت و کمرویی کنار بذارم. هنگامی که میخواست سوار شه در اتومبیل رو براش باز کردم. مدتی کوتاه نگاهمون به هم گره خورد. سعی داشت شبنم اشکو که روی مژه‌اش نشسته بود پنهان کنه، ولی براش مشکل بود. اونو که کنجکاوتر بودن متوجه قضیه شدن. بالاخره با حالتی که تا اعماق وجودم و لرزون خدافزی کرد و سوار شد. شیشه رو تا آخر پایین کشید. از خود بیخود شده بودم. غیر از اون کسی دیگه رو نمیدیدم. اتومبیل حرکت کرد. همچنان که از باغ خارج میشد از همون سمت که سیما نشسته بود تا مسافتی دویدم. انگار با ریسمان قلبمو بسته بودند و دنبال اتومبیل میکشوندن. سیما تا اونجا که منو میدید برام دست تکون داد. اتومبیل کم کم در میان گرد و غبار ناپدید شد. ایستادم. نگاهم جای خالی اونو دنبال میکرد. مادرم به من نزدیک شد و آهسته گفت خجالت بکش بس دیگه. بدون اینکه حرفی بزنم با حالتی کرخ شده به سمت عمارت رفتم. آویشن تازه بیدار شده بود. از اینکه کسی در عمارت نبود تعجب کرده بود. حوصله حرف زدن با اونو نداشتم. گوشه یکی از اتاقا ماتم زده نشستم. گویی عزیزترین خویشاوندم از دست داده بودم. ناگهان مادرم مثل پلنگ تیر خورده خشمگین و عصبانی وارد شد. غضب‌آلود به من نگاه کرد و گفت دیدی گفتم دختر عقلتو دزدیده؟ این چه کاری بود جلوی ناهید و مادرش کردی؟ یعنی اونقدر بی‌حیا شدی که جلوی اون همه آدم جلوی ناهید و مادرش خجالت نکشیدی؟ اونقدر خاک بر سر شدی که این سگ دنبال ماشین دختره بودی؟ از روز اول فهمیدم، اما تو منو خر کردی. میدونی مادر ناهید چی گفت؟ گفت پسر کمرو تو ببین. با صدای خفه که از ته گلوم بیرون می اومد گفتم اگه از من دلخور شدی یا بدش اومده دخترشو به من نده. مادرم داد کشید و گفت بالاخره از دست تو دیوونه میشم. اصلا حوصله بگو مگو نداشتم. مادر چنان عصبانی بود که کم مونده بود هر چی دم دستش میرسه بر سرم بکوبه. یه مرتبه ترگل شتاب زده در آستانه در ظاهر شد و گفت ناهید و مادرش دارم میرم. مادرم نگاهی خشم‌آلود به من انداخت و محکم به صورتش زد. به سرعت از اتاق بیرون رفت. به قدری کسل و خسته بودم و کمبود خواب داشتم که چشمام باز نمیشد. یکی از پشتی‌ها زیر سرم گذاشتم و خوابیدم. نزدیک ظهر با صدای ترگل بیدار شدم. هنوز خستگی و کرخی از بدنم بیرون نرفته بود. پدرم از سر کار برگشته بود. اونطور که ترگل میگفت ناهید و مادرش همون صبح با قهر و غیظ و دعوا باغو ترک کرده بودن. میترستم مبادا مادرم قضیه رو با پدرم در میون بذاره. با ترس و دلهره به اتاق 5 دری عمارت که از بقیه اتاقها خنک‌تر بود رفتم. برخلاف مادرم که چهره‌ای در هم داشت، پدرم با روی باز حالمو پرسید. اشاره کرد کنارش بشینم. گفت در این مدت که مهمان داشتیم خیلی زحمت کشیدم. حرفاش بوی کنایه میداد. گمان کردم مادرم درباره سیما چیزی گفته. در همون لحظه اسدالله قلیونیشو آورد. همه ساکت بودیم. پدرم چند پک به قلیان زد و رو به مادرم گفت قرار بود کاظم خان و بچه‌ها تا آخر هفته اینجا بمونن. میخواستیم بریم شکار. چطور یه مرتبه رفتن؟ مادرم در حالی که پوزخند میزد با کنایه گفت نمیدونم والا، از خسرو خان بپرسین. پدرم نگاه پرمعنی به من انداخت و گفت چی شده؟ از پدرم میترسیدم. با اینکه از دبیرستان به این طرف دست روی من بلند نکرده بود از اون حساب میبردم. سرمو پایین انداختم. مادرم گفت چی میخواستی بشه؟ الان 1 سال ما امروز فردا میکنیم درباره ناهید حرف بزنیم. تازه خسرو میگه ناهیدو نمیخوام. پدرم خیلی خونسرد پرسید مگه صحبت کردین؟ مادرم گفت چه صحبتی بدبخت ناهید؟ پدرم گفت این نخواستن که حرف امروز نیست. از وقتی تخم لغشی کندی توی دهن اونا خسرو گفت ناهیدو نمیخوام. خب زورکی که نمیشه. دنیا مثل 100 سال پیش نیست که مادر و برای پسرشون زن بگیرن. انگار آب سردی روی مادرم ریختم. از پدرم چه انتظاری نداشت.
سرشو چند بار به نشانه تأسف تکان داد و بعد از آهی طولانی گفت پدر و پسر لنگه هم هستید. خونسرد و دلگنده. یه مرتبه عصبانی شد. صداشو بلند کرد و ادامه داد اصلا به فکر آبروی مردم نیستی. دختر مردم سر زبونه افتاده. تو فامیل و ایل پیچیده. اونا از پارسال تا به حال چند تا خواستگار رو جواب کردن. چطور میشه گفت نه؟ اگه یکی سر خودمون بازی در می آورد خوب بود. پدرم رو کرد به من و خیلی جدی گفت یک کلمه. تو با دختر کاظم خان عروسی میکنی یا نه؟ گفتم نه به هیچ وجه. قبلا هم گفتم نه نه نه. مادرم از کوره در رفت و گفت نذار بگم امروز چه آبرو ریزی کردی. نذار بگم پسر بهادرخان عین یه سگ دنبال ماشین سرهنگ موس موس میکرد. لا اله الا الله. رنگ از صورتم پرید. نفس در سینم حبس شد. پدرم در حالی که مرتب به قلیان پک میزد گفت نمیخواد چیزی بگی. میدونم از روزی که از شیراز برگشت معلوم بود. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. نزدیک 60 سالمه. 40 سال مباشر قوامی هستم. با آدمای جور و جور نشست و برخاست کردم. جلوی قسمت رو نمیشه گرفت. چه عیب داره یه عروس تهرونی داشته باشیم؟ یعنی خانواده سرهنگ از کاظم خان کمتره؟ یا سیما از ناهید بهتر نیست؟ پایان فصل دوم قسمت اول.